الان آروم حرف میزنم که دیگه کسی بیدار نشه. تو مدرسه متاسفانه اجازه نمیدن، وگرنه براتون فیلم میگرفتم. به خاطر همین بعد مدرسه حتما میبینمتون و ولاگو ادامه میدیم. فعلا خداحافظ. خب سلام دوباره خدمت شما دوستان عزیز. من در حال رفتن به آرایشگاه هستم و اینکه فعلا موهامو اینجوری ببینید. از آرایشگاه برمیگردم ادامه ویدیو رو میبینیم. حالا اول اینکه بگم من صبح رفتم مدرسه و بعدش 1-2 سال قبل که اومدم نتونستم براتون ویدیو بگیرم. تو مدرسه هم یه اتفاق خیلی خوبی رخ داد. رفتیم توی سالن ورزشی و فوتبال بازی کردیم. حالا ویدیوهاشو اگه تونستم آخرش براتون میذارم. حالا فعلا دارم میرم آرایشگاه، اینم موهامه و بعدش که اومدم براتون ویدیو میگیرم. فعلا خدا. دوستان عزیز و گرامی، من برگشتم از آرایشگاه. اینم شد نتیجه کار. امیدوارم که خوب شده باشه دیگه. و این که داشتم میگفتم که تو آخر ویدیو حتما همراه باشید. این پارت هایی که اینجوری میبینید خیلی جذابه. حالا پارت های بعدیش هم خیلی جذابه. تا آخر ویدیو حتما همراه باشید. الان میرم درس اینو میخونم، حتما همراه باشید.